سلام، به کانال شب‌های پرستاره خوش اومدی. اینجا جایی پر از سکوت و آرامش، جایی که میتونه تو رو به خواب عمیق و راحت ببره. پس آماده باش برای یه سفر آروم به سرزمین شب‌های پرستاره. اگه قصه رو دوست داشتید کانال رو دنبال کنید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید تا با هم این سفر آرام بخش رو ادامه بدیم. حالا بیاید به داستان امشبمون سفر کنیم. داستان ازدواج دختر چوپان با پادشاه. در دل کوهستان‌های بلند، سرزمینی به نام مهرگان، جایی که صبح‌ها مه نر روی دامنه‌ها می‌نشست و صدای زنگ گوسفندان با آواز پرندگان در هم می‌آمیخت، چوپانی سال خورده به نام سامان با دخترش زندگی می‌کرد. کلبه کوچکشان از گل و چوب ساخته شده بود و تنها داراییشان چند گوسفند سفید و نیی بود که سامان با آن درد دلش را به باد می سپرد. دخترش نورا از کودکی با طبیعت بزرگ شده بود. آفتاب پوستش را گندمگون کرده بود و باد موهایش را آزادانه می‌رقصاند. اما آنچه نورا را از دیگران جدا می‌کرد نگاه مهربان و صداقت بی‌پیرایه‌اش بود. هرگاه رهگذری خسته از کوه می‌گذشت، نورا آب می‌آورد، حتی اگر خودشان کم داشتند. در همان سالها در پایتخت مهرگان شاه جوانی به نام آرمان بر تخت نشسته بود. او تاج را زودتر از آنچه باید به سر گذاشته بود و با وجود شکوه کاخ احساس تنهایی می‌کرد. دختران اشراف یکی پس از دیگری به کاخ می‌آمدند، اما سخنانشان پر از تظاهر بود و دل شاه را نمی‌لرزاند. روزی پزشکان به شاه گفتند که باید مدتی از هوای سنگین شهر دور شود. شاه به بهانه شکار راهی کوهستان شد. روزی هنگام غروب صدای نیی شنید که آنچنان آرام و اندوهگین بود که اسب شاه ایستاد. شاه پیاده شد و به دنبال صدا رفت. نورا کنار گوسفندان نشسته بود و برای غروب آفتاب مینواخت. وقتی شاه را دید برخاست و احترام کرد، بی آنکه بداند او کیست. شاه خود را مسافری ساده معرفی کرد. آنها گفتگو کردند. نورا از زندگی ساده گفت و شاه از خستگی دلش، بی آنکه نامی از تاج ببرد. شاه چند روز دیگر ماند. هر روز دلبستگیش بیشتر میشد. نورا از آرزوهایش گفت: دوست دارم روزی هیچ دختری به خاطر فقر تحقیر نشود. این جمله چون دانه‌ای در دل شاه کاشته شد. وقتی شاه به پایتخت بازگشت دیگر آرام نداشت. وزیر اعظم با شنیدن تصمیم شاه برآشفت. ازدواج با دختر چوپان پایه‌های سلطنت را می‌لرزاند. اما شاه پاسخ داد: سلطنتی که با انسانیت بلرزد ارزش ایستادن ندارد. نورا به کاخ دعوت شد. راهروهای بلند و آینه‌ها
او را نترساند. به خادمان با مهربانی نگاه کرد و به فقرا توجه نشان داد. در آزمون خرد از او پرسیدند عدالت چیست؟ گفت عدالت یعنی قانون قبل از ضعیف دست قوی را بگیرد. دل شاه آرام گرفت. روز عروسی شهر آذین بسته شده بود. نورا لباس ساده‌ای پوشید و گفت ملکه بودن لباس نیست، مسئولیت است. پس از ازدواج نورا مدرسه هایی برای دختران روستا ساخت. بیمارستان های کوچک راه انداخت و به شاه کمک کرد قوانینی بنویسد که مردم را به هم نزدیک کند. سالها گذشت. کشور آبادتر شد. مردم می گفتند شاه عقل دارد اما ملکه دل دارد. و در تاریخ مهرگان نوشتند دختری که از دامنه کوه آمد قلب یک پادشاهی را دگرگون کرد. بله دوستان، به پایان قصه امشبمون رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه همنشین شب‌های پرستاره بودید. امیدوارم همون نیمه راه خوابتون برده باشه و پایان داستان رو هم نشنیده باشید. ولی اگر هنوز بیدارین چشماتون رو ببندید و ذهنتون رو به اقیانوس بیکران سکوت بسپارید و اجازه بدید چشماتون سنگین بشه و بره به سوی رویاهای شیرین. و در آخر یادتون نره با سابسکرایب کردن کانال چراغ این کلبه قصه گویی رو برای شب‌های دیگه روشن نگه دارید. و اگه این روایت آرامشی رو به دلتون نشوند با لایک و کامنت های پر از مهرتون به ما گرما بدین و این آرامش رو با ارسال قصه و عزیزانتون هم هدیه بدید. و حالا وقت خوابه. تک تک ستاره ها نگهبان رویاهای شما هستند و شبتون پر از ستاره.